هموطنان عزیزم درود. ویدیوی 4 از هموطنان دستگیر شده. علی اکبری نژاد و همسرش سمانه لعل پهلوان زوج کوهنورد 21 دی‌ماه در منزل مادر علی بازداشت شدن. محل نگهداری نامعلوم و اجازه وکیل گرفتن هم بهشون ندادن. امیرحسین دانایی 20 ساله 18 دی در تبریز دستگیر شده. متاسفانه عکسی ازش نداریم، خواهش کردن که حتما اسمشو بگیم. محسن سبزیزاده 25 روزه که هیچ خبری ازش ندارن. رضا احمدی پور 24 دی‌ماه در منزلش در فلکه 4 تهران پارس جلوی همسر و دختر کوچکش دستگیر شده. حامد رضوانی اصفهان هیچ خبری از او ندارند. مصطفی محمد حسن از نخبگان دانشگاه که چند بار بازداشت شده و همکنون در زندان اوین در حقیقت به سر میبره. امیرحسین کشاورز 21 ساله در منجیل دستگیر شده و الان در خطر اعدام قرار داره. مالک شهبازی پرستار بخش آیسییو بیمارستان الزهرای اصفهان. داوود زمانی پرستار بخش آیسییو بیمارستان الزهرای اصفهان که 3 هفته پیش در نزدیکی بیمارستان در حالی که داشته کمک میکرده به مجروحین دستگیر شده. علیرضا تجلی ورزشکار اهل سپیدان اوایل بهمن در شیراز بازداشت شده. پدرش نیز چند روز بعد بازداشت شده و خبری از هیچ کدام نیست. سینا ستوده 19 دی در رامسر دستگیر شده. خانواده‌اش میگن حالش وخیمه و حتی قادر به راه رفتن نیست. خبری از وضعیت و محل نگهداریش ندارن. برادران رسول و سامان دورگرد پس از دستگیری توسط اطلاعات سپاه ناپدید شدن. هیچ خبری ازشون ندارن. علی سنایی بیخبری پس از 24 روز بازداشت. توماج امجدی توسط دادگاه انقلاب آبادان به اعدام محکوم شده. ایلیا بن رشید میگن خانواده نداره تا صداش باشن. کی گفته خانواده نداره؟ همه ما خانواده ایلیا هستیم. براش حکم اعدام اومده. متین ملایی 18 ساله در شیراز دستگیر شده. خبری از او نیست. عرفان جاویدان بدنساز کرمانشاهی خبری ازش نیست. صلاح الدین یوسفی حکم اعدام داره، از رامسر تحت بازداشت غیرقانونی به ساری منتقل شده. نادر پورمیهن بازیگر سینما و تئاتر 18 دی‌ماه در جزیره قشم بازداشت شده. احمد رضا افشاری نژاد دانشجوی بازداشتی در تبریز گفتن وضعیتش نگران کننده است. پدرام سفرپور در کرمان بازداشت شده و حکم محاربه داره. امین پورفرهنگ دانشجوی نخبه براش حکم اعدام دادن. هموطنان بی نهایت ممنونم که این ویدیوها رو نشر میدین. بالای هزاران پیام داره برای ما میاد و اگر که بخوایم یه آمار کوچک بگیریم 10,000 نفر دستگیر شدن. خواهش میکنم که نشر بدین. بی نهایت سپاسگزارم. ما پیروزیم.